یه روز از خواب خیلی عمیقی داشتم بیدار میشدم که یهو لباسم کوه گتت. آره خب داشتم میگفتم از یه خواب خیلی شیرینی بیدار شدم. لباسا که یه حل دادات کارمون راستوریسی از ما رفتم سراغ اکسپلور که در همین حین یه چیز خیلی متفاوتی دیدم. پیج ننم جانی کن برو یعنی چی؟ اشتباه شد. پیج ننم جانی کن بده بره. این همون چیزی بود که دنبالش شدم. ببخشید. های گایز علی چلنجر هستم و خیلی خوشی اومدی به یه ویدیو جدید دیگه از چنل بنده. بچه ها خوش تشریف آوردیم به ویدیو امروز ما. همونطور که تو اینترو بهتون گفتم امروز قراره بریم سراغ آقا مهدی گل، پدر منطق ایران. ویدیوهایی که ایشون میسازن کاملا بر حسب منطق داره اجرا میشه. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله بعدشون بزنید روی آل بزن که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم یوتیوب پیاد بهتون نوتیفیکیشن بده که علی چنج ویدیو گذاشتیم پیاد ببینید لذت ببرید. از ویدیوهایی که من براتون میذارم اینستاگرام من این بالا میاد حتما تو فالوش کنید. علاوه بر اون چنل گیمینگمون هم میاد که از دیگه گیمینگ کاملا قراره تو این کانال آپلود شه. حتما از دستش ندید. بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو و آقا مهدی عزیزمون. بزن بریم. خب ببینیم آقا مهدی لیوانو بگیر. خب زمزم تاگه یه کوکاکولا بیار. خب ادامه. یعنی چی؟ با یه نوشابه آب چه زندگی و همه چی رو ذات و مات همه چی رو فهمید. یه لحظه من رید مغزم یه لحظه اتصالی کردم. با این نوشابه آب میشه ذات و مات و شات و کیش و مات و همه چیزت فهمید. سب کن. 2 hours later. ببین این آب این هم نوشابه. خب اسپرایت این شکلیه. خب من یه لحظه میرم اینا رو ببرم بیام. بچه اینجا بچه طی تحقیقات که پزشکا کردن ساگیمون حلال خور نبوده. همین شد. خب اینجوری باید ذات آدم عوض شه. من اونجا داشتم تست میکردم یاد میدادم. حالت هم بعدا میفهمی این زندگیت باید سفید میشد میمدی یا سیاه. همونجا نکن برو. یه سر به کامنتاش بزنیم اوکی؟ ایدام زیر نویسش کی میاد اوکی؟ تجاوز. بچه ها که از این قراره کسی معلوم نیست چی هست. خب چی داری آخه تو من بزنمت؟ بیا برو بشین کارت دارم. مگه به خاطر من زندگی نمی کنی؟ مگه به خاطر من نفس نمیکشی؟ پس به خاطر من دیگه دعوا نکن. ببین مادرها زحمت میکشن یه بچه رو به دنیا بیارن، تحویل بدن که یکی که بغلش باشه یا یه کاری کنه از خودش دفاع کنه. یه ضرب المثل میگفت تو یه ضرب المثل میگفت خر آدم رو بوس کنه بوس و خر نکنه. خودت هم بعدا میفهمی. ننمجانی کن. برو بده بره. خب ننمجانی کن برو بره.
بچه‌ها یه چیزایی فهمیدم. میگه به خاطر من دعوا نکن. پسرم داره میگه که ببین ننه تو رو زاییده، مثلا کلی رنج کشیده، تو رو زاییده و داده دست یکی باید ازش مراقبت کنه، ولی بوس و خر و بوس و اینجور چیزا رو نفهمیدم. همین بود دیگه. یه جایی من اینجاست که تو باید درست بشی. باید میکردم که نکردم. اعتیاد دیگه، اعتیاد آها بچه ها تو این صحنه دراماتیک ایشا دیگه چیه معتاده. این آقا معتاده، زنش هم داره کولشو میبنده و میره. اعتیاد دیگه، اعتیاد آدم داخلش اعتیاد میفته. اعتیاد میفته داخلش. اعتیاد بیفته داخلش چه معنی میده؟ خر بوس کنه آدم، نه بوس خر کنه، بوس خر کنه. مگه بوس خر بوس هستن مگه شمال اینجا هم میگه چی میگه یادم رفت، انقدر ذهنم نمیکشه کلا ریجستر نمیشه مغزم دیگه. اعتیاد میفته داخلش. اعتیاد چجور اعتیاد بیا بیفته داخلم. این داخل من اعتیاد چم بفرما بیا برو داخل. چی کار کردی با اعتیادت گند زدی به زندگی اون دیگه وسیله خونه نمونده که بفروشی، فردا میبینی یه غلط دیگه میکنی. اینا رو به خدا با صدا دارم مینویسم. این باکت سیگار بخونی نوشته اصلی این سیگار کشیدم باعث مرگ میشه. من نمیخواستم مرگ باید شفاید ببینی. میرم باشه ولی درکم کردی ترکم کردی بعدا میفهمیدم داریم قضیه چیه؟ این چه؟ خب الان چی بودی شد؟ واقعا ما هم نفهمیدیم. واقعا مهدی چمدون دست آبجیمون بود تو چرا رفتی دادا؟ این چیه این وسط؟ این همه کامنت این چیه؟ همه شب این عاشقی بیبست. مهدی این بود کار کردنت؟ این سنگا چیه داری جا به جا میکنی؟ این سنگ علت داره، داستان داره. میخوای توضیح بدم وایسا با این هستی هم میخوام متوجه بشی. واقعا برات متاسفم. این اینا تو ژاپن یه همین سنگ میزنن رو سینه با پتک میزنن رو سینه. نه همون اولشو من نفهمیدم چرا. بذار ببینم اصلا تو کامنتاش چی نوشته. دوبله فارسی 1000 بار دیدم. واقعا چی داری میگی؟ یه بار دیگه ببینید. مهدی این بود کار کردنت؟ این سنگا چیه داری جا به جا میکنی؟ این سنگ علت داره، داستان داره. میخوای توضیح بدم وایسا با این هستی هم میخوام متوجه بشی. دیگه وایسادی وایسا، وای نسادی هم وای نسا، میخوام متوجه بشی. این اینا تو ژاپن یه همین سنگ میزنن رو سینه با پتک میزنن رو سینه. این سنگ میشکنه ولی اون سینه نمیشکنه. چرا؟ چون قوی بودن. منم سنگا رو به خاطر تو جا به جا میکردم. خودت هم بعدا میفهمی. نرم جا میکن برو. فکر کنم یه چیزایی داره روشن میشه تو مغزم. فکر نکن. میگه که چی گفت؟ ولش کن هیچ. خب بابا این چه؟ تو همه ویدیوها چرا این آهنگ است؟ ادامت چپانیه یه عالم آهنگ است. چرا از یه آهنگ فقط تو ویدیو؟ اوکی اشکال نداره بریم ادامه ویدیو. شاید محتواش زیباست. محتواش خیلی زیباست. هیچی متوجه نمیشم. بچه ها اینو دیدین اینجا رو نگاه. من سلام دیگه بگیرید اشکل. خب سلام علیکم. خب 2 کیلو گوجه میخواد خانم تحویل بده. این گوجه آقا گفته 2 کیلو گوجه فرنگی از این قرمزا بده. نه بادم جون دمک. ببخشید کارتامو جا گذاشتم.
شما هم ما رو خانم الاف دیسکا کردی ها. الاف کرد دیسکا کردی. خب مشتریات کن مشتریات کن چه الان با این برم. خب کاری نمیتونی بکنی. خب بریم ببینیم الان چی میشه ادامهش. 2 کیلو گوجه داری کارتت نیست. میتونم یه کاری کنم 2 کیلو گوجه میدم کارتون را بیافته. میگه شما ما رو ایسکا کردیم. من 2 کیلو گوجه رو نمیدم ولی 2 کیلو گوجه رو میدم کارتون را بیافته. 1 کیلوش اینجا میمونه گروگان 1 کیلوش هم حالا ببرین کارتون کنید ولی خب برگردونید. یه دونه گوجه اینجا میمونه گروگان یه دونه شم. اصلا چرا باید یه دونه شو پیش تو گرو بذاره؟ گوجه فرنگی مال خودته دیگه. وای خودت هم بعدا میفهمی خودت هم بعدا میفهمی چی گفتی. بریم ادامه. من این ویدیو رو رد میشم. کار میکنم واقعیتش هر روز که رد میشی من میشینم تا شما رد بشی من ببینم من دلم شد بیره. خداری این حرفا میزنی به ریسک و بیافت نگاه کردی. من فوقش مادرم اجازه بده 5 دقیقه برم بیرون و برگردم. اصلا شما فکر کن از مغازه اومدین 5 تا تخم مرغ گرفتین حالا اینو به کنار 5 تا تخم مرغ رو شما بندازین تو قابلمه چند دقیقه 35 دقیقه 10 تاش با هم میشه. اما 5 تا تخم مرغ بنداز منم ریدم. من اصلا علی چالنجر رید تو منطقش. یعنی این آقا رید تو منطقه ما. عزیز دلم معتی داداش یه نرم بندازی تو قابلمه بازم همون 35 دقیقه میشه. یه دونه نرم بندازی تو قابلمه همون 35 دقیقه میشه. من نمیتونم بفهمم یا عزیزان شما جان من تگه ویدیو بذار شما متوجه شدین چی میگه. اگه متوجه شدید جان من تو کامنت ها برام بنویسید که چه اتفاقی داره میفته. کامنت ها رو ببینین. خوابای من به خدا خوابا از این منطقی ترن. خب من فهمیدم. بهت چون میدم. خودت هم بعدا میفهمی من چشمم پیش شما بود ولی خب شما برم جانی کن برو. ماشین الان میام. کدوم ماشین اون ماشینه چیزی میگم بیرون رو میگم. از ما ماشین نداریم نمیرسیم یعنی به ماشین. جای اینا جمع کردیم ماشین میخریم. آره با 2 تا کیک و تیتاپ جمع کرده میشه ماشین خرید. ماشین الان قیمتش یه دونه پراید معمولی این وسط بیاد. چقدر کیک و تیتاپ قیمتش چنده؟ اینقدر. تیتاپ قیمتش اینقدر ماشین اینقدر. جمعش کن. چقدر باید طول بکشه جمع کنی تا بتونی این ماشین بخری؟ چقدر تیتاپ باید جمع بشه؟ بریم ادامه. نمیتونم به خاطر گشنگی ماشین بخرم. آدمی که نتونه غذا بخوره 42 ساعت نمیتونه زنده بمونه. 42 ساعت یعنی میشه یه روز. بابا رفته بودم تو سال بعد الان اینجا 40 ساعت میشه یه روز. پسره میگه برو ماشین. دختره میگه کدوم ماشین؟
چیه؟ پسره میگه که برو ماشین بیرونی بگو تاکسی ماشین بیرونی چیه؟ حالا دختره میگه به جای اینکه این کوفتی ها رو بخری کیک و تیتابا رو جمع میکردی ماشین میخریدی. بله زیبا ماشین اینقدر ارزونه که با 4 تا تیتاب جمع کرده میتونی بخری. فشار رو میبینید فشار آروم باش یه نفس عمیق بکش. هیچ اتفاقی نیفتاده همه چی ایدئاله. من منطق اینجور ویدیوها رو مهدی ضربه ای که تو به فرهنگ لغاتت یکی کاش پول دار بود گوشی ما میشکندم. خواهشید های چرا این کار دارید با هم میکنید؟ تو با خیلی فرق داری اصلا عشق عاشقی حالیت نمیشه. این خط این نشو این صورت میکشم این خط این نشو یه ضربان مسئله میگم میری سرت به سنگ برمیگرد میخوره دوباره. میری سنگ به سرت میخوره میای دوباره. کجا منطق داره؟ همش تقصیر تو فهمیدی؟ پتروس یه دختره دوست داشت میرفتش کجا؟ دختره رفتش اونور. میگه پتروس یه دختر چیه؟ میگه میگه پتروس یه دختره رو دوست داشت میرفتش اونجا دختره رفت اونجا. کشتی سوراخ شد با دوست پسرش کشتی سوراخ شد پسر مرد دختر یه جوری برگشتش. پتروس هم گوشتش کرده بود تو اون سوراخ که نگه داره رابطه‌شونو ولی خب چی؟ هیچی به پایان رسیدش شد. من و تو هم داره دقیقا اینجوری میشه. تو نمک نشناسی تو اصلا این چیزا حالیت نمیشه خوبی. وسط اقیانوس پتروس اینجوری رفت سراغش وسط دریا و سوراخو نگه داشت. پتروس اینجوری سوراخو نگه داشت اینجوری. خودت هم بعدا میفهمی میری سرت میخوری به اون سوراخ‌های به همین یا نرمزاری کن بود. چی میگه برو به همون سوراخ بده. نه جانی کن برو بده. بگه ایوا اشتباه شده. بره یعنی اشتباه استوریاش چیه؟ وای خوشبختید انشالله با هم دیگه انشالله به پای هم پیشید کلی با هم دیگه بگین و بخندید همیشه کنار هم باشید همین دیگه. امیدوارم که از این ویدیو نهایت لذت بردید باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره زنگوله بلشون بزنید روی آبزک هر وقت ویدیو جدید گذاشتم یوتیوب بیاد بهتون نوت بده که علی چالش ویدیو گذاشته و بیاید ببینید لذت ببرید از ویدیوهایی که من براتون میذارم. این بالا هست دوست داشتید برید ویدیوهای گیمینگ خنده‌دارمونم اینجا ببینید و کلی لذت ببرید همین دیگه. چرا آن را که میخواهی دلش پیش کسی گیر است چرا هر کس که عاشق بوده از جان خودش سیر است. تو را من تو را او دیگری را دیگری من را همه سردرگمیم و علتش بازی تقدیر است. خب ما رفتیم فعلا گود بای.